بابا تو پاک عقلتو از دست دادی. یعنی یه بار نشد بیایم بیرون تو این موضوعاتو نکشی وسط. اگه یه بار دیگه با من اینجوری صحبت کنی دیگه هرگز باهات حرف نمیزنم. چقدر قور میزنی؟ از صبح تا شب سر همین مباحث با من دعوا میکنی. بابا ول کن. پاک خل شدی. یه ذره خودتو تو آینه نگاه کن. به نظر من اینا فقط از تو برمیاد. هیچ آدم عاقلی راجع به این صحبت نمیکنه. با این صحبت چقدر آشنا هستید؟ چقدر در زندگی روزمرتون با اینا مواجه هستید؟ از طرف دوستانتون، از طرف همکارتون سر کار و یا از طرف پارتنرتون. سلام، من رضا هستم و با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های روانشناسی تاریک در خدمتتون هستم. در این برنامه قصد دارم شما رو با رایج ترین و شاید موذیانه ترین و یا خطرناک ترین تکنیک هایی که انسان های فریبکار و حیله‌گر و سوء استفاده گر در رابطه هاشون با انسان های دیگه استفاده میکنن. با من همراه باشید. خب اگه خاطرتون باشه در برنامه قبل 4 دسته‌بندی اصلی روانشناسی تاریک رو براتون معرفی کردیم. در این بخش هم قصدم شما رو با تکنیک ها آشنا کنم. خب مسلما همونجور که در بخش قبلی استفاده کردم، غرض این هست که با آگاهی بیشتر راجع به این مباحث ما بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم، اطرافیان رو بهتر بشناسیم و بدونیم که در واقع چجور میتونیم از خودمون محافظت کنیم در برابر آفت‌ها. اکثر مطالب هم از منبع اصلی من استخراج شده که 3 کتاب در یک کتاب، دارک سایکولوژی اثر آقای جاناتان مایند هست. تقریبا در همه جای منبعی که نام بردم و البته منابع دیگری که بهشون رجوع کردم واسه بحث دارک سایکولوژی، چیزی که خیلی مهمه اینه که باید یادمون باشه که این تکنیک هایی که ما راجبش قرار صحبت کنیم تقریبا میتونم بگم به صورت روزمره بین هر انسان با انسان دیگه وجود داره. اینکه ما بتونیم تمیز بدیم و بتونیم متوجه بشیم که کدومش قرار مثبت باشه و کدومش منفی یه بحث خیلی مهمیه. خیلی هم راستش سخت هست. یعنی من خودم خیلی تحقیق کردم، جواب قاطعی واقعا نمیشه رسید بهش و یه سری استاندارد هست که میشه اونها رو در نظر داشت برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم کی داره برای ما به صورت سوء استفاده گرانه از این تکنیک ها استفاده میکنه و کی داره در واقع به خیر ما و با قصد و غرض خیرخواهانه داره برای ما این کارا رو انجام میده. به عنوان مثال مثلا یکی از تکنیک های که حالا جلوتر خواهیم رسید اینه که اصلا غر زدن میتونه یه وجه مثبت داشته باشه، یه وجه منفی. الان اگه به شما بگم غر زدن یکی از تکنیک های رایج هست واسه کسایی که حتی پیش پا افتاده ولی رایج، خیلی هم رایج واسه افراد سوء استفاده گر، خب میگید که خب خیلی تو زندگی به ما غر میزنن و دقیقاً بحث سر همینه. پدر یا مادر ما میتونن به ما خیلی غر بزنن سر اینکه یه کاری رو که برای ما خوبه ما ملزم بشیم که انجام بدیم. آیا این سوء استفاده است؟ خب قطعاً نه. اون قصدشون فقط خیرخواهیه. اما خب در برابر این قضیه میتونه یه وجه منفی هم باشه. کسی هست که به صورت مکرر به شما غر میزنه فقط که قصد خیرخواهی نداره. در واقع این کاری که میکنه به قصد خیر برای خودش هست نه برای شما. و دقیقا همینه. این که بتونیم بفهمیم که این قضیه اخلاقیه، که این قضیه با قصد و نیت سو هست یا با قصد و نیت خیر، این هست که در واقع میتونه به ما بگه که این ما در حال سوء استفاده شدن هستیم یا نیستیم. غر زدنی که اینجا اشاره کردم فقط یه مثال بود، مثال ها خیلی زیاده. اتفاقا افراد مطلع بیشتر از این تکنیک ها استفاده میکنن. این روانشناس و روانپزشکا خیلی اتفاقا بیشتر از این تکنیک ها استفاده میکنن. مجددا بحث سر همین هست. اونا به شما دارن کمک میکنن با استفاده از این تکنیک. مثلا یه روانشناس میتونه شما رو در واقع توی گوشه گیر بیاره، یعنی انقدر با سوالهای پیچ در پیچ شما رو به یه جایی برسونه که شما مجبور شید توی بازی اون شرکت کنید. خب آیا اون داره از ذهن شما سوء استفاده میکنه؟ مسلما نه. اون داره شما رو با یه چالشی از وجود خودتون درگیر میکنه. شما رو میخواد از چیزی که ازش میترسید، مثلا به عنوان مثال اگر از تاریکی میترسید، اون داره شما رو به چالش میکشه تا شما بهش در برابر اون ترستون قرار بگیرید و ازش کنار بیاد، باهاش کنار بیاد و راحت شید در واقع. آیا این قصد سوئی بوده توی قضیه؟ نه، این قصد فقط برای خیرخواهی نسبت به شماست. پس روانشناس هم میتونه از این تکنیک استفاده کنه. و یا مثال دیگه
مثال معروفی هست که هممون شنیدیم، پدر مادر به بچه کودکشون میگن اگه سبزیجاتتو بخوری به دسر میدم. خب این یه ذره حالت تهدید داره، درسته؟ آیا این منیپیولیشنه؟ آیا این سوء استفاده و فریبکاریه؟ اگه خیلی صفر و یکی به قضیه نگاه کنیم، آره داریم فریب میدیم اون کودکو. اما آیا این کارو میکنیم واسه خیر خودش؟ چون اگه به خودش باشه قطعا فقط شکلات و شیرینی میخوره. خب نه، اونها دقیقا این کارو کردن چون به نفع کودکشون بوده. پس میبینید چقدر قضیه واقعا مثل یه مو باریکه. کی ما از ورطه سوء استفاده میتونیم به قصد خیرخواهی برسیم یا بالعکس. پس همیشه توی این قضیه توجه کنید که آیا اون کسی که قرار از شما سوء استفاده کنه یا اون تکنیک رو بهتره بگم استفاده میکنه به قصد خیر خودش هست یا به قصد خیر شما. و اینجا هست که همه ماجرا عوض میشه. و این هم اشاره کنم که در مورد تمام این تکنیک ها صادق خواهد بود این هست که به غریزتون اعتماد کنید. زمانهایی هست که غریزه ما میتونه یه زنگ خطری باشه، میتونه یه هشداری باشه، همیشه نباید بهش بی‌توجه بود. حالا جلوتر که میریم بیشتر این قضیه رو میشکافیم. اولین و رایج ترین تکنیک توی روانشناسی تاریک گسلایتینگ هست یا تکنیک چراغ گاز. قضیه این اسم گذاری هم از فیلم گسلایت هست از در سال 1944. در این فیلم نقش یه آقای خانومی رو میبینیم که شوهر این خانوم خیلی ابیوسیو هست، خیلی ستمگر و فریبکار و حیله‌گر هست، از ایشون سوء استفاده میکنه و رفتار این آقا با اون خانوم در اون فیلم به حدی مغرضانه بوده که اون خانم یه جورایی دیگه ذهن خودش از دست میده، به واقعیت خودش شک میکنه، اصلا کلا به همه چی شک میکنه. اسم این تکنیک از این فیلم گرفته شده برای اینکه به درستی این قضیه رو توی فیلم و به خوبی نمایش داده. در تکنیک گسلایتینگ فرد سوء استفاده‌گر سعی میکنه که شما رو از واقعیت‌های ذهنیتون دور کنه. یعنی سعی میکنه شما رو به واقعیتی بکشونه که خودش دوست داره و همه ماجرا از اینجا شروع میشه. شما زمانی که از خودتون جدا بشید دیگه در بند فرد سوء استفاده‌گر هستید. این ترسناکترین و هولناکترین تکنیک و رایج‌ترین تکنیک هست که توی مبحث روانشناسی تاریک ازش استفاده میشه. به این مثال خوب توجه کنید. فرض کنید دو نفر قراره که همدیگه رو رأس ساعت 10 ببینن. قرار گذاشته شده و دو تا دوست هستن و دیروز با هم هماهنگ کردن که ما رأس ساعت 10 اونجا خواهیم بود. تصور کنید که شما سر ساعت 10 اونجا هستید و دوست شما سر ساعت 10 و 10 دقیقه. شما یه ذره خسته و عصبی هستید چون معطل شدید. به دوستتون نگاه میکنید و میگید توجه کردی که 10 دقیقه دیر شده و اون به شما میگه که نه من دیر نیومدم، ما دیروز صحبت کردیم قرار بود اصلا 10 و ربع اینجا باشیم، من اصلا 5 دقیقه زود اومدم. راجع به چی داری صحبت؟ و شما میگی نه دیروز صحبت کردیم قرار بود ساعت 10 بیایم اینجا و اون میگه که نه تو دوباره یادت رفته، تو دوباره عقلت از دست دادی. ای بابا تو هم که فراموشکاریت داره کار دستمون میده. بعد شما با خودتون فکر کنید که بابا ولش کن، حالا نهایت 10 دقیقه من معطل شدم، شاید اون راست میگه، من شاید 10 دقیقه زود اومدم، شاید اصلا قرار بوده ما 10 و ربع همون ببینیم، شاید هم دمش گرم اون 5 دقیقه زود اومده، اینقدرم گیر ندم. و حالا تصور کنید که یه بار دیگه دوست شما حتی بیشتر از این 10 دقیقه دیر کنه و شما دیگه یواش یواش به خودتون شک کنید که بابا شاید من یادم میره که چه ساعتی قرار گذاشتیم. این یه مثال خیلی کلاسیک از استفاده گسلایتینگ هست. به جای اینکه فرد کسی که در واقع دیر اومده سر قرار از شما معذرت خواهی کنه، مسئولیت رو بپذیره، با اینکه میدونه ولی موذیانه با یک دروغ کوچیک، با نامهم قلمداد کردن این 10 دقیقه و به شما اینجور فهماندن که بابا حالا 10 دقیقه جایی از دنیا رو کم نمیکنه و انقدر گیر نده، مسئولیت رو به دوش شما انداخت و یه جورایی گناه خودش رو شست و از شما ازت خواهی نکرد، کاری که میتونست خیلی ساده انجام بده و همه چی تموم بشه. اما بازی ذهنی با شما کرد و اینو به شما قبولون که اگه یه بار دیگه حتی بیشتر از 10 دقیقه دیر کنه تقریبا دیگه شما حقی نخواهید داشت که به اون ایراد بگیرید، چون شما به عقل خودتون ممکنه شک بکنید، به حواس خودتون شک کنید، به اینکه اصلا ممکنه یادتون رفت و یواش یواش توی مواردهای حساس تر، توی زندگی شخصی، توی زندگی عاطفی و یا حتی زندگی کاری، این قضایا از همین مثالای کوچیک شروع میشه و به جاهایی میرسه که
شما تقریبا نقش یه قربانی رو توی رابطتون میتونید بگیرید. توی رابطه عاطفی فرد سوء استفاده‌گر میتونه حتی کلا زیر همه چیز بزنه و نافی این قضیه بشه که حتی از شما سوء استفاده کرده، حتی شما رو کتک زده، به شما حرف زشت و ناروا زده، با شما جدل کنه که شما اصلا این تمام این چیزایی که دیدی همش خواب و رویا بوده، تو این مال اثر این داروهاست که میخوری، این برنامه‌های تلویزیونه که میبینی. باز دوباره با دوستات صحبت کردی. ببینید این چقدر آشناست این دیالوگا، ما تقریبا از دوستانمون یا از شاید از خودمون اینا رو تجربه کرده باشیم و اینا مثال‌هایی هستن که به صورت مکرر اگه رو ما اجرا بشن ما هممون قابلیت تضعیف شدن و قربانی شدن رو داریم. فکر هم نکنیم که ما زرنگیم، میفهمیم، گول نمیخوریم، بازی ذهنی گرفتار نمیشیم. ما هممون مستعد این بازی‌ها هم بازی کردن و هم بازی دادن هستیم. و به خصوص توی رابطه‌های عاطفی آدما خیلی پیوندهاشون بسته به اینکه رابطهشون چقدر طولانی بوده باشه، پیوندهاشون عمیق‌تر و بیشتره. شما تصور کنید که از لحاظ مالی به یک نفر وابسته هستید، یا پای یک کودک در میونه، یا دلایل مختلف آتویی از طرفتون دارید توی رابطه دوستانه و میبینید که همین تکنیک گسلایتینگ، همین به صورت کوچک با رویدادهای غیر واقعی، دروغ کوچیک با شما بازی شده و این قضیه انقدر بزرگ شده که به خاطر اینکه ذهن شما آماده این فریب خوردنه، آماده اینه که بگذره از اون دعوای کوچیک، بگذره از اون 10 دقیقه دیر کردن، چون که بهتر و راحت تره که ولش کنه، چون که اگه بخواد با این قضیه برخورد کنه ممکنه یه دعوای شدید رخ بده، ممکنه شما دچار مشکل تو رابطتون بشید، شما مشکل مالی پیدا کنید. برای همین این موارد کوچیک رو ازش چشم‌پوشی میکنید، چون ذهنتون از شما میخواد اینو انجام بدید، چون برای شما راحت تره، کم دردسرتره. شما همین بستر رو آماده میکنید واسه مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یواش یواش قربانی فرد سوء استفاده گر خواهید شد. البته به این نکته توجه کنید که ما اونقدرها هم ساده نیستیم اگر نخواهیم ساده باشیم. به اون صورت هم ساده نیست که شما یک شبه یا یک هفته‌ای آماده قربانی شدن بشید. ذهنتون به شما میگه که نه، صبر کن، با این قضیه روبرو شو، نذار که طرف موضوع رو دوباره به بیراهه بکشونه، بذار این قضیه برای همیشه، یک بار برای همیشه حل بشه. شما وارد اتاق میشید، سر ساعتی که قرار بوده وارد بحث میشید و ناگهان میبینید 10 دقیقه دیگه بحث چیز دیگری است. اصلا شما کاملا از بحثتون دور شدید. شما اومدید راجع به خشونت طرفتون باش صحبت کنید، خیلی محکم و راسخ. 10 دقیقه بعد راجع به نهار فردا دارید صحبت میکنید. اگه همچین اتفاقی افتاد با اینکه حتی تلاش کردید، مطمئن باشید یه جای کار میلنگه. این همون جاییه که میگم ما یه جاهایی باید به غریزه‌مون اعتماد کنیم. اگه غریزتون بهت گفت که نه، تو خواستی راجع به این قضیه صحبت کنی، محکم وایسی، اما طرف دوباره از تکنیکاش استفاده کرد، اینجا از اون جایی که یه جای کار میلنگه و احتمالاً شما دچار سوء استفاده از نوع گسلایتینگ هستید. پروجکشن، تکنیک دوم پروجکشن یا تفره رفتن یا منتقل کردن مسئولیت به فرد دیگر. این هم یکی دیگه از اون تکنیک های مرسوم توی روانشناسی تاریک هست. فردی که عادت به سوء استفاده داره و یا قربانی خودش رو پیدا کرده خیلی خوب میدونه که چجوری میتونه مسئولیت خودش رو نفی کنه، بار مسئولیتش رو به شونه فرد مقابلش بندازه، از زیر بار مسئولیت اخلاقی خودش شونه خالی کنه. و این از اون مواردی هست که ما تقریباً به صورت انسانی هممون توی زندگیمون انجام میدیم. ولی مجدداً باید یادآوری کنم که چیزی که یه انسان رو سوء استفاده‌گر یا منیپیولیتر میکنه این هست که این کار رو آیا به نفع خودش و به ضرر فرد دیگری آگاهانه انجام میده یا نه. و اگه خاطرتون باشه توی اون تیپ‌های شخصیت 4گانه روانشناسی تاریک، نارسیسیست ها یا خودشیفته ها یکی از بهترین کاندیداها برای این تکنیک هستند. یعنی افرادی که اونقدر خودشون رو بالاتر میدونن که محق میدونن و اگر یه اتفاق ناگواری بیفته اولین کاری که میکنن اینه که با انگشت به شما اشاره میکنن و میگن که
بازم تو بودی، تقصیر تو بود، اساسا من هیچ نقشی توی این قضیه نداشتم و کلا از قضیه شونه خالی میکنن. این همون تکنیک پروجکشن هست، یعنی تقصیر رو به گردن دیگری انداختن، مسئولیت رو از خود برداشتن و البته به ناحق. توی رابطه عاطفی میشه به مبحث خیانت اشاره کرد، چون اتفاقا خیلی هم رایج متاسفانه تو خودشیفته ها. همیشه شنیدیم یه زنگ خطره اگه کسی خیلی بهتون گیر میده که تو داری من خیانت میکنی و براش هیچ شواهدی نداره، میگن نکنه ریگی تو کفش خود طرفه. اتفاقا این پایه عقلی علمی داره. مبحث پروجکشن اینجا هم صادق هست. کسی که توی رابطه شریک عاطفی خودشون مرتباً متهم به خیانت میکنه و هیچ سند و مستنداتی برای ارائه نداره، احتمالاً دچار حس پروجکشن هست. احتمالاً داره فرافکنی میکنه و اگه دوباره به غریزتون اعتماد کنید، حس میکنید که نکنه طرف خودش یه جای کارش میلنگه، مگه نه دلیلی نداره اینقدر به من گیر بده. منی که مثلا تا سر کوچه رفتم خرید کنم و برگشتم، دلیلی نداره که به من شک بشه که تو کجا بودی و با کی حرف زدی. اگه دارم میگم میرم با مادرم حرف میزنم و با مادرم حرف میزنم، دلیل نداره طرف به گوشی شما رو چک کنه ببینه واقعا با مادرتون حرف زدید یا نه. اینا همه بر این اساس هست که واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده و از اول رابطه این حس تردید و شک بوده. خیلی از اینجور موارد مشاهده میشه که اون فردی که خیلی گیر میده و اتهام میزنه، احتمالا خودش داره یه جای کار اشتباه میره و احتمالا خودش داره خیانت میکنه و خب داره از پروجکشن استفاده میکنه که حس نیاز رو به طرف مقابلش بده، حس اطمینان خواستن رو به طرف مقابل بده و طرف مقابل تمام فکر و ذکرش این بشه که چه میتونه بکنه که من طرفم رو بهش اعتماد بدم، چی کار میتونم بکنم که نگرانیش کم بشه و تمام توجه و تمرکزش به این سمت ناخواسته میره بدون اینکه خبر داشته باشه که ای دل غافل، مشکل اصلا از جای دیگری است. و سوء استفاده‌گرها خیلی خوب از این تکنیک استفاده میکنن. با مشغول نگه داشتن شما برای اثبات خودتون و اثبات بیگناهی خودتون، اونها فرصت پیدا میکنن که بیشتر از شما سوء استفاده کنن و شما همچنان در حال اثبات بیگناهیتون هستید. اگر متوجه این قضیه شدید، بهترین راه برای مقابله اینه که احساسات خودتون از قضیه جدا کنید. یعنی اگه وارد یک مباحثه ای شدید و طرف بلافاصله شما و احساساتتون رو دوباره درگیر کرد و گفت من احساس عدم امنیت دارم، حالا توی بحث خیانت من نیاز دارم که دیده بشم، من نیاز دارم که تو این اطمینان من بدید، شما میتونید احساساتتون رو بکشید کنار بدون اینکه برای طرف یه دلسوزی پیدا کنید. بگید که نه، من کاری نکردم، من کار بدی نکردم و شما در واقع مشکل خودت رو یه جوری باید خودت حل کنی. اگه بتونید احساساتتون از این معادله بکشید کنار، اون وقت میتونید خودتون رو از قربانی بودن رها کنید. تکنیک بعدی تکنیک آیسولیشن یا ایزوله کردن یا تنها کردن شما از جامعه هست. این هم یکی دیگه از اون تکنیک های موذیانه هست که فرد سوء استفاده‌گر و فریبکار توی رابطه انسانیش مکررن از اون استفاده میکنه. مشخص نزدیکان و دوستان ما حلقه اعتماد ما هستن. اگر دچار سختی یا مشکلی بشیم به اونها مراجعه میکنیم، حالا چه بحث مالی و چه بحث عاطفی باشه. و خب فرد سوء استفاده‌گر یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که با قصد و نیت شر خودش به رابطه های شما نگاه میکنه، میبینه که کیا نزدیکتر هستن کیا دورتر هستن، به قصه های شما خوب گوش میده. میگه اگه مثلا شما توی رابطتون دارید با شریک خودتون راجع به خواهرتون صحبت میکنید، میگید که آره ما از کودکی با هم دعوا میکردیم، ما از کودکی مثلا به هم حسودی میکردیم، بین ما فرق میذاشتن. خوب توجه میکنه، خوب اینا رو ضبط میکنه و یه جایی که میخواد شما رو ایزوله کنه همینا رو به شما برمیگردونه و میگه که ببینین همون خواهر یا برادریه که توی کودکی هم اذیتت میکرد، این همون خواهر و برادریه که همیشه تو رو تحقیر کرد، الان هم داره همون کارو میکنه، بیا با این رابطت رو ازش قطع کن، اصلا به حرف من گوش بده و شما تنها میشید. این کارو با دوستان شما میکنه و شما تنها میشید. نقاط ضعف رابطه رو پیدا میکنه
رابطه های شما رو پیدا میکنه و اونها رو انقدر بزرگ میکنه و انقدر تو ذهن شما اینا رو میگه که شما یواش یواش باورتون میشه که حق با اونه و دوستان شما دشمنان شما هستن و شما رسما در گروه فرد سوء استفاده‌گر قرار میگیرید. تکنیک تفرقه بنداز و حکومت کن دیگه هممون باش آشنا هستیم. افراد سوء استفاده‌گر استاد و متبحر در انجام این امر هستن. یه سری شمشیر دولبه ازش استفاده میکنن، دو گروه رو به جون هم میندازن و هر دو گروه رو در کنترل خودشون قرار میدن و دیگه چه سودی برای اونها بیشتر از این. ایزوله کردن به خصوص توی رابطه توی ماهای اول و یا حتی سالهای اول خیلی اتفاق میفته. خیلی طبیعیه که ما این ایزوله شدن رو اشتباه بگیریم. نمیخوام بگم همیشه بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، اما خیلی رایجه میگیم دو نفر وارد رابطه شدن، یه چند وقتی گم میشن، اینا یه چند وقتی حواسشون به خودشونه. خب در اکثر موارد این قضیه طبیعیه، ولی یه مواردی هستن که طبیعی نیست. میبینین این چند ماه میشه چند سال، طرف دیگه اصلا هیچ خبری ازش نیست، هیچ بروبیایی نداره، رابطه‌شو با دوستاش از دست میده، با خانواده‌اش از دست میده. این دقیقاً دچار ایزوله شدن شده. بیام از این قضیه بیرون و یه مقدار رو رابطه‌های کاری هم صحبت کنم. رئیس شما میتونه یا کارفرمای شما میتونه شما رو از اطلاعاتی که نیاز هست برای شغلتون، برای پیشرفتتون، شما رو محصور کنه، ایزوله کنه، دسترسی شما رو قطع کنه به اطلاعاتی که نیاز دارید برای پیشرفت در خود کار و در همون شغلی که دارید انجام میدید. چرا؟ چون میخواد شما پیشرفت نکنید، چون میخواد دردسر برای خودش نشید و میبینید یه نفر داره شما رو کنترل میکنه، راه پیشرفت رو بر شما میبنده، شما رو محصور میکنه در اون حصاری که خودش میخواد و شما یه جورایی بنده اون فرد میشید. پس ایزوله کردن فقط این نیست که دوتا آدم رو ما نذاریم با هم حرف بزنن، میتونه حتی این باشه که موقعیت ها از دست شما خارج بشه، شما از مزیت های شغلی دور بمونید و گرفتار بشید. مورد بعدی تقویت مثبت یا positive reinforcement هست. این هم یکی دیگه از مواردی هست که افراد سوء استفاده‌گر از اون تکنیک استفاده میکنن برای کنترل فرد مقابلشون. یه مثال خیلی آشنا برای ما مورد اگه سبزیجاتتو بخوری دسر و بستنی میخوری هست. از اون موارد و مثالهای مثبت این قضیه هست. یعنی به شما پاداشی داده میشه اگه شما یه کار خوبی بکنید. اگر کارتون رو درست انجام بدید سر کار، به شما پایان سال یه پاداشی در نظر میگیرن، به شما یه مبلغی رو کمک میکنن و شما این توی ذهن شما رجیستر میشه که یا ثبت میشه که اگر من این کار خوب رو برای کارفرمام یا برای پدر مادرم یا تو رابطه‌ام انجام بدم، یه جایزه براش میگیرم یا 2 جایزه براش میگیرم یا اصلا هر چند تا جایزه میگیرم، یعنی که یه چیزی به دست میارم. خب میبینید این به ضرر شما ممکنه نباشه. سر کار اگر این اتفاق بیفته شما پیشرفت میکنید، شما یه پولی میگیرید، یه حقوق اضافه میگیرید، یه پاداشی دریافت میکنید، کارفرمای شما از شما راضیه، یه رابطه برده. این حالت سوء استفاده نیست. این یه تکنیکی هست که توی مارکتینگ هم ازش، توی بازاریابی هم ازش استفاده میشه. دیدید حتما به شما اشانتیون میدن، یه خوراکی به شما میدن، شما میخورید میبینید چقدر خوشمزه است، تشویق میشید که برید بخرید. توی ذهن شما یه خاطره مثبت ساخته شد و شما این خاطره مثبت باعث میشه که به سمت محصول کشیده بشید. ببینید این کاربرداش خیلی جاها هست، چون ذهن ما اینجور هست به صورت طبیعی، پس لزوما چیز بدی نیست. اما فرض کنید که یه همسری توی رابطه خدای نکرده همسر خودش رو کتک بزنه یا یه ناسزایی بگه و فرداش براش یه گل بخره. حالا اگه یه بار این اتفاق، هرچند که حتی یک بارش هم زیاده، اتفاق افتاد، میشه یه کاریش کرد. اما میبینید که این یه عادته، طرف شما رو اذیت میکنه و بعد از هر اذیتی برای شما یه جایزه میگیره. این دیگه حتما از اون حالت مثبتش خارج شده و قطعا یه سوء استفاده است. متاسفانه این تکنیک توی فرهنگ ما خیلی هم رایجه. یه وقتایی بهش اسم تعارف رو میدیم. فردی چاپلوسی میکنه توی موقعیت کاری یا توی موقعیت زندگیتون. اون چیزی که شما دوست دارید به شما میگه تا اون کاری رو که میخواد براش انجام بدید. اون کار لزوما به نفع شما نیست، ولی قطعاً به نفع و سود طرف مقابلتون هست.
اینجا همون جاییه که تمیزی هست، تفاوتی هست بین یک کار خوب یا یک کاری که به شما و احتمالاً همه سود میده و کاری که فقط به طرف مقابل شما سود میده و به شما احتمالاً ضرر میرسونه. اگر دیدید که کسی از شما خیلی چاپلوسی میکنه و در مقابل شما بهش پول میدید، در مقابل شما برایش امکاناتی فراهم میکنید و یه جورایی از شما کنده میشه و به اون فرد مقابل داده میشه، شما احتمالاً مورد سوء استفاده تقویت مثبت هستید. در ادامه بحث تقویت مثبت بلافاصله میرسیم به بحث تقویت منفی یا negative reinforcement. تقویت منفی هم خب از جهاتی شبیه تقویت مثبت هست، هر دو از طریق سیستم جایزه دهی به شما اعمال میشه. اما در تقویت منفی تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که شما در ازای کاری که از شما خواسته میشه یک درد از شما کم میشه. یعنی اگر به شما جایزه داده میشد در تقویت مثبت تا اون کاری رو که به نفع سوء استفاده گر هست انجام بدید، اینجا یک درد از شما کم میشه اگه اون کاری رو که مد نظر سوء استفاده گر هست براش انجام بدید. یه تفاوتی که بین تقویت منفی و تنبیه هست توی همین نوع واکنش فرد سوء استفاده گر هست. در تقویت منفی با تأمین خواسته فرد سوء استفاده گر آسیبی از شما برداشته میشه یا زجری از شما کم میشه، ولی توی بحث تنبیه شما اگر کاری رو انجام بدید شما در واقع مورد عقوبت قرار میگیرید، شما تنبیه میشید و شما یاد میگیرید که دیگه اون کار رو انجام ندید. پس میبینید که خیلی شبیه هستن این مفاهیم ولی در مضمون خودشون یه مقدار تفاوت دارن. احتمالاً البته فرد سوء استفاده‌گر این تکنیک‌ها رو به صورت مخلوط انجام میده و چیزی که مهم هست این هست که خاطرمون باشه که ما آیا کاری رو بر خلاف میل خودمون انجام میدیم و بر اساس به میل مثبت طرف سوء استفاده‌گر یا خیر. آیا آسیبی به ما میرسه و نفعی برای طرف مقابل اون داره یا نه این اصلا برای خیر ماست. دوباره باید به غریزمون اعتماد کنیم، با خودمون و به عقل خودمون شک نکنیم، با خودمون فکر کنیم و ببینیم که آیا کاری رو که داریم انجام میدیم به ضرر ماست یا به نفع ماست، به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه است. یه مثال براتون بزنم که یه مقدار قضیه آشکارتر بشه. در بحث تنبیه خب خیلی مشخص است، ما همه آگاه هستیم تا حدودی، میدونیم دیگه تنبیه چیه. تنبیه میتونه یه خشونت فیزیکی، یه خشونت کلامی یا یه روانی باشه، میتونه یه درد شدیدی باشه که به شما وارد میشه تا شما یه کار دیگه انجام ندید، میتونه یه کنایه سنگین، یه فحش یا هر چیزی شبیه اون باشه. اما توی تقویت منفی یه ذره موذیانه تر هست. یه مثال آشکارش غر زدن هست. یعنی شما انقدر بهتون غر زده میشه تا یه کاری رو انجام بدید، یه دردی از شما کم میشه تا در نهایت خواسته فرد سوء استفاده‌گر رو انجام بدید. باز دوباره اینجا باید تفکیک کنیم. غر زدن خب واقعا خوشایند نیست و طبعا همه انجامش میدیم، ولی باز دوباره تفاوت هست بین اینکه یه نفر به شما میگه پاشو برو مسواک بزن یا پاشو برو سر جات بخواب چون به نفعته، و یا اینکه نه با من حرف نزن، این راجع به این قضیه با من حرف نزن، حوصله‌تو ندارم. و خب قطعا تفاوت هست بین این غر زدن و اینکه شما بخواید یه نیاز واقعیتون رو بیان کنید و طرف مقابل هر بار بگه وای دوباره شروع کردی، وای سرم درد گرفت، اصلا حوصله‌تو ندارم، چقدر غر میزنی و شما میمونید و نیازتون. حتما یه تفاوتی بین این دوتا مثال هست. یه مثال دیگه تصور کنید که شما یه مشاجره‌ای با همسرتون پیدا کردید، بعد از سالها بارها سر این قضیه به تفاهم رسید که از هم جدا بشید ولی به هیچ جا نرسیدید. دوباره توی جمع این مبحث باز شده، شما راجبش دارید صحبت میکنید و طرفتون چیون و گریه و جیغ و شما احساس میکنید که دارید خجالت میکشید، حس بدی بهتون دست داده، همه دارن بهتون نگاه میکنن و اصلا فراموش کنید قضیه رو و میگید باشه دیگه راجبش صحبت نمیکنیم چون میخواید اون احساس ناخوشایند از شما برداشته بشه. این همون روش تقویت منفی هست که اشاره کردم. یه دردی، یه حس ناخوشایندی در ازای کاری که سوء استفاده‌گر از شما میخواد از شما برداشته میشه. و اما همونجور که جلوتر راجبش صحبت کردیم، تکنیک بعدی تکنیک تنبیه هست
تکنیک تنبیه یا پانیشمنت از دوباره از سری رایج ترین تکنیک هایی هست که سوء استفاده گرها در مقابل افراد دیگه ازش استفاده میکنن. انواع مختلفی داره. نوع اولش که میخوایم راجعش صحبت کنیم همون نق زدن هست که جلوتر بهش اشاره کردیم. غر زدن تعریفش مشخص هست، این هست که به صورت مکرر شما رو از چیزی دور کردن، یعنی با یه حس ناخوشایند به شما دادن، با صحبت کردن راجع به یه چیزی که برای شما ناخوشاینده به صورت مکرر و متعدد شما رو از یک نیاز یا خواسته دور کنن. خب همه میدونیم چیه، مثالاش تو زندگیمون زیاد بوده و خوب میدونیم که غر زدن دقیقاً یعنی چی و چه حالتی داره. دوباره مثل همه تکنیک‌های قبلی که اشاره کردم وجه خوب و بد داره. اگر یه پدری یا یه مادری به کودک خودش مرتباً یادآور میشه که کار درست انجام بده، غذای بهتر رو بخوره، غذای بدتر رو نخوره، یا سر چه ساعتی بخوابه، خب این به نفع کودک هست. کودک شاید الان متوجه نشه ولی خب قطعاً به نفعش هست. دوستی رو میشناسم که باهاش صحبت میکردم، میگفتم با فرزند خودت سر تکالیفش چجور صحبت میکنی و چجور قانعش میکنی؟ میگفت خب اون غر میزنه که من نمیخوام انجام بدم، تکلیفم سخته و من هم خب نمیتونم که دعوا کنم یا کتک بزنم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. وای میسم بالا سرش و میگم باید انجام بدی، هیچ راهی نداری، کار سختیه میدونم، اما این چیزی که باید انجام بدی. اگه باز با هم بحث کرد دوباره من همون قول رو بهش میزنم، تکرار میکنم، یعنی بهش میگم که باید این کار رو انجام بدی، این به نفع خودته و میدونه که تا من این تکلیفم رو شروع نکنم به انجام دادن اون اصلا از جلوی من نمیره، اصلا از اتاق من خارج نمیشه و یه جورایی دست سر من بر نمیداره. اینم یه نوعی از غر زدن هست، اما خب خیلی حالت ملایم و خیلی حالت مشفقانه و خب قطعاً غر زدن حالت منفی خودش رو هم داره. فردی رو تصور کنید که میخواد راجع به یک نیاز واقعی صحبت کنه، میخواد راجع به نیازش به محبت اصلا صحبت کنه، میخواد نیازش به توجه توی زندگی صحبت کنه، بلافاصله طرف مقابل بهش غر میزنه، من حال ندارم، ای بابا چقدر با من صحبت میکنی، یه بار نشد یه چای از گلوی ما پایین بره بدونه که این بحثا بکشی و شما دوباره از نیاز خودتون برمیگردید، نیازی که خب به حق هست، به نفع جفتتون هست، به نفع رابطه هست، حالا چه رابطه شغلی، چه رابطه زندگی، چه رابطه در واقع احساسی. و این غر زدن شما رو ساکت میکنه. این هم وجه منفی این تکنیک تنبیه هست. یکی دیگه از تکنیک های تنبیهی تکنیک فریاد زدن هست، جیغ زدن هست، تولید یک صدای ناهنجار به صورت یک باره با هدف هراس و ترس در فرد مقابل. خب دیگه واقعا نیاز به توضیح بیشتر نداره. شما دارید صحبت میکنید و طرف مقابل خیلی غیر معقولانه سر شما چنان دادی میزنه که شما بترسید یا احساس خجالت توی یه جمعی بکنید و بگید باشه تو فقط آروم باش، هیچی نگو، حالا بعد راجبش صحبت میکنیم، تا شما اصلا یادتون بره که راجب چی میخواستید صحبت کنید. چون میدونیم که واقعا جیغ زدن و داد زدن هیچ کدوم هیچ جایی توجیه منطقی نداره. اگر شما میتونید صحبت کنید قطعا نیاز به داد زدن ندارید. همینجا دوباره یه تمایزی بین این قضیه و احساس هیجان باز باید قائل بشیم. تصور کنید فردی داره یه مقدار با صدای بلند از هیجان خودش راجع به یک موضوع صحبت میکنه. این خب مسلما داد زدن به قصد تخریب یا سوء استفاده نیست. ما میتونیم صدامون رو بالا ببریم یا پایین ببریم، اما از یه حدی دیگه مشخصه که واقعا طرف داره به شما ظلم میکنه، ازتون سوء استفاده میکنه، میخواد بترسونتون یا نه داره فقط مثلا یه هیجان داره با شما صحبت میکنه. و همونجور که عرض کردم این قضیه داد زدن و جیغ زدن خیلی رایج هست توی جمع، چون طرف شما میدونه که شما احساس خجالت و شرم میکنید، پس میدونه که میتونه با شما از این طریق سوء استفاده کنه، میتونه شما رو آروم کنه و شما از نیاز خودتون دور کنه. اون لحظه شما از همه چی خالی میشید و اصلا فقط آروم میشید تا اون قضیه تموم بشه. تکنیک تنبیه بعدی قهر کردن هست. یکی از موذی ترین تکنیک ها توسط فرد سوء استفاده گر همین قهر کردن هست. متاسفانه خیلی هم رایج هست. همه ما یه جورایی یاد گرفتیم که اگه بتونیم قهر کنیم، اگه بدونیم که طرف به قهر ما پاسخ مثبت نمیده، دیگه شاید قهر نکنیم. از کودکی هم اینو یاد میگیریم. یعنی یه کودک میدونه که اگه قهر بکنه پدر مادرش
تعظیم میکنن به اون خواستش، کوتاه میان در برابر خواسته ناحقی که خب کودک میتونه داشته باشه، یه خواسته که حتی برای خودش مضره و قهر میکنه و بزرگ هم که میشه همین رفتار ادامه میده. اگه بدونه که طرف مقابلش یک نیازمند عاطفی هست، یک آدم اینسکیور هست، با احساس عدم امنیت هست، اگه بدونه که با دریغ کردن مهر و محبت خودش از طرف مقابل طرف رو زانو در میاره، خب از این تکنیک بیشتر استفاده میکنه. هرچی بیشتر جواب بده بیشتر از این تکنیک استفاده میکنه. تکنیک بعدی ترساندن هست، حس هراس در شما ایجاد کردن هست. میتونه یه خشم فیزیکی باشه، میتونه یه خشم کلامی باشه، انفجار ناگهانی یک صدا باشه. هر کدوم از این موارد میتونه شما رو بترسونه، میتونه شما رو تسلیم خواسته فرد سوء استفاده گر کنه. خب ترس میتونه دو تا حالت آشکار و نهان داشته باشه. حالت آشکارش که همونجور که عرض کردم با تولید ناگهانی یک صدای فریاد، یک ضربه یا چیزی شبیه اون به صورت خیلی آشکار حدو به شما نشون میده، به شما میفهمونه که شما پاتون یه قدم دیگه جلو بذارید عواقبی برای خود شما خواهد داشت و شما تسلیم خواسته طرفتون میشید. در حالت نهان مثلا میتونه یه حالت چشم باشه، یه حالت صورتی باشه که به شما نشون، یا یه اشاره‌ای باشه که اگر این کار کردی بلای قرار سرت بیاد. در واقع دیگران متوجه نمیشن، شاید اصلا حق رو به طرف مقابل بدن، بگن بابا این فرد که خیلی آدم جنتلمنیه، خیلی آدم آرومیه، بر فرض خیلی خانوم آرومیه، به نظر نمیاد اینجور باشه، اما نمیدونن که در پنهان و در نهان چه بلایی میتونه سر فرد مقابل خودش بیاره. تکنیک بعدی که در مبحث تنبیه هست، مجددا مربوط البته هست به حس هراس، یک اتفاق تروماتیک ایجاد کردن هست. در واقع یک هراس دائمی برای شما ایجاد کردن هست. ما به صورت طبیعی حامل ژن‌هایی هستیم از اجداد شکارچی خودمون که اگر یه صاعقه‌ای می‌دیدن، اگر یه حیوان درنده‌ای می‌دیدن، اگر یه پرتگاهی می‌دیدن یا یه گیاهی رو می‌دیدن که اگر بخوری مسموم میشی و یا کشته میشی، حس هراس براشون ایجاد میشد. می‌دونستن که باید فرار کنن، در واقع جایی برای مبارزه نیست و فقط فرار رو باید برقرار ترجیح داد. خب این ما حامل این ژن‌ها هستیم، الان هم این احساس رو داریم. حالت شدیدش توی زندگی میتونه همون PTSD باشه، پست تروماتیک استرس دیسوردر باشه. وقتی که ما یه حادثه تصادف یا یه قتل یا یه چیزی شبیه اون یا یک زلزله یا مرگ یه عزیزی میتونه ما رو به حسی برسونه که برای همیشه اون یاد و خاطره اون قضیه ما رو به هراس و به ترس بیاره. این قضیه میتونه توی سوء استفاده گرها هم استفاده بشه. اونها هم میتونن با یک ترس، یک وحشت، با یه برنامه و نقشه‌ای که شما رو بترسونه، به این نتیجه شما رو برسوند که اگر از این راه وارد بشی شما دوباره اون اتفاق ترسناک میتونه برای شما بیفته. و در پایان یه جمع‌بندی میکنم راجع به این روش‌هایی که گفتم. افراد سوء استفاده‌گر میتونن از یک یا چند روش که اشاره کردم استفاده کنن. میتونه متعلق به ترکیب اینها، میتونه متعلق به تیپ‌های چهارگانه شخصیتی باشه که در ویدیوی قبلی راجع بهشون اشاره کردم و خب میبینید که چقدر میتونه قضیه پیچیده باشه. در نهایت همونجور که اشاره کردم، چیزی که مهمه این هست که ما به خودمون فکر کنیم، یه زمانهایی به غریزمون هم حتی اعتماد کنیم. اگر حس میکنیم چیزی برخلاف میل ما و به سود اطرافیان ما هست و به ضرر ما هست، راجبش بیشتر فکر کنیم. احتمالاً ما دچار یک سوء استفاده هستیم و باید خود رو نجات بدیم در این قضیه. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که پشتیبانی کنید از من با سابسکرایب کردن کانالم، شیر کردنش با دوستانتون و کسایی که فکر میکنید دیدنش میتونه بهشون کمک کنه. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم بتونید من رو با نظرات خودتون یاری کنید. اگر موردی رو میدونید که سوء استفاده گرها از اون استفاده میکنن و من اینجا قید نکردم، خوشحال میشم که اون رو با بقیه به اشتراک بذارید.